همراه هستیم با مهمان برنامه آقای دکتر فضل هادی وزین، رئیس حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان، و تا لحظات دیگر آقای نایت الله همام، آگاه روابط بین الملل همینجا با ما خواهند پیوست. آقای وزین، سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به برنامه. این توافق تازه میان افغانستان و استانبول تا چی اندازه میتونه واقعی و پایدار باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این که توافق شده است که آتش بس برقرار بماند و همچنان دور بعدی مذاکرات 6 روز بعد در استانبول دایر شود، این یک اقدام مثبت هست و قابل تایید است برای اینکه جنگ میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان به نفع هیچ کشور نیست و طرف افغانستان همیشه تاکید کرده است که خواهان جنگ نیست، بلکه این طرف پاکستانی بود که با حمله بر خاک افغانستان و نقض حریم زمینی و فضایی افغانستان جنگ را آغاز کرد. بنان همان گونه که طرف افغانستان این را مؤکداً بار بار گفته است که خواهان جنگ نیستیم و از هر گام در جهت صلح و کاهش تنش میان دو کشور استقبال میکند. من گمان میکنم که اگر این روند ادامه پیدا بکند و مسائل مختلف الفیهی و محل نزاع از طریق مذاکره و گفتمان حل شود، این یک گام بسیار مثبت است و پادرمیانی کشورهای برادر چون جمهوری ترکیه و همچنان دولت قطر برای ادامه مذاکرات این به خیر هر دو کشور است. بنابراین اگر اراده سیاسی از طرف پاکستان و اسلام آباد برای کاهش تنش و همچنان ادامه مذاکرات ادامه یابد و پاکستان به گونه مستقلانه و بدور از تاثیرات کشورهای دیگر در تعامل با افغانستان عمل بکند، من گمان میکنم که این روند ادامه خواهد یافت. اما هنوز هم این سوال مطرح است که آیا حلقه مشخص در پاکستان خواهان واقعی کاهش تنش هست یا نیست. برای اینکه باید حسنیت داده شود. سرحدات هنوز هم دروازه های ترخم و اسپین بولدک هنوز هم برای تجارت مسدود هست و هنوز هم مردم افغانستان از این ناحیه دچار خساره و ضرر می شوند. بله آقای وزین، همونطور که خب شما اشاره کردین، تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد باعث شده که تمامی راه‌ها و گذرگاه‌ها با پاکستان بسته شود. سفیر امارت اسلامی در پاکستان هم گفته که در روزهای اخیر به دلیلی که دروازه‌ها بسته بوده بیش از 10,000 افغان بازداشت شود. حتی رفتار بد نظامیان پاکستانی باعث شده که چند کودک و یک خانم هم در نتیجه این فشارها و به هر حال جان خود را از دست بده. از طرف دیگه هم میدانیم دور دوم مذاکرات آقای وزین در استانبول که آغاز شد 3 روزه این مذاکرات تدارک دیده شده بود، اما به 6 روز کشیده شد. در روز پنجم قرار بود هیئت پاکستانی استانبول را ترک کنه، اما با میانجیگری قطر و ترکیه به هر حال دوباره به میز مذاکره برگشتانده شدند. دیروز این مذاکرات ادامه یافت. ظاهرا دیده میشه که توافقات حاصل نشده، فقط همینقدر توافق کردند که به هر حال آتش بس ادامه پیدا بکنه و در این حال در یک سطح عالی تا 6 روز دیگر نشست در استانبول برگزار شود. شما فکر میکنین چی چیز باعث شد که پس از روزها بنبست دوباره بالاخره طرفها به این توافق کوچک حداقل برسن؟ فکر میکنین نتیجه فشار میانجی‌ها بوده یا تصمیم واقعی کابل و اسلام آباد؟ و اگر تصمیم واقعی نبوده باشه و فشار میانجی‌ها بوده باشه، فکر میکنین چقدر باورمند میشه بود که در روزهای پیش رو تنش‌ها و درگیری‌ها به هر حال دوباره آغاز نشود؟ ببینید، موقف کابل همیشه واضح بوده است که طرفدار تنش و درگیری نیست و این کابل نیست درگیری آغاز کرده، بلکه اسلام آباد است که با حمله بر خاک افغانستان و نقض حریم هوایی و زمینی افغانستان در مخالفت و در تناقض با همه کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی دست به جنگ را آغاز کرده است. بدون شک فشار کشورهای میزبان، جمهوری برادر ترکیه و کشور قطر در وادار کردن هیئت پاکستانی و برای بازگشتن به میز مذاکره نقش مهم داشته است. از طرف دیگر این را باید با گونه واضح بگوییم که متاسفانه مانند شما اشاره کردید، اکنون بیش از 10,000 از زنان، اطفال، کودکان و مهاجرین افغانستان که برای برگشتن به افغانستان در آن طرف سوی خط دیورند در انتظار هستند، در شرایط بد به سر میبرند. از یک طرف پاکستان حمله میکند، مهاجرین را گرفتار میکند، آنها را خانه و کاشانه ایشان را ویران میسازد و آنها را وادار به برگشت به افغانستان میسازد. از طرف دیگر مانع ورود
آنان به خاک افغانستان می شود. یعنی این عجیب است که این اصلا توجیه منطق و توجیه ندارد که از یک طرف شما مهاجرین را، مردم بیچاره افغانستان را که در پاکستان از بد روزگار به سر میبرند وادار میکنید که گرفتار میکنید به کمپ‌های دیپورتی در جا میسازید و از طرف دیگر آنانی که خود برمیگردند آنها را از داخل شدن به خاک افغانستان باز می‌دارید. یعنی این چی را میرسد؟ این را میرساند متاسفانه که یک حلقه مخصوص در اسلام آباد میخواهند که تنش ایجاد بکنند، مشکل ایجاد بکنند و روابط دو کشور برهم بخورد. بنابراین در این شک نیست که پاکستان متاسفانه در جریان مذاکرات نیست. آنچه که در میدیا و رسانه ها درس کرده بود و گزارش هایی که ما داریم این است که طرف پاکستانی شرط های تعجیزی میگذاشت، یعنی چیزهایی را مطالبه میکرد که با خودمختاری و استقلال افغانستان در تناقض بود. یعنی مثلا شرط گذاشتن بر این که شما یک گروهی را که ما در پاکستان تروریست میخوانیم شما هم تروریست بخوانید، یعنی این در تناقض با استقلال و حاکمیت ملی افغانستان است. اینکه گفته شود که شما با کشورهای دیگر رابطه برقرار نکنید طبعا هم در مخالفت با استقلال افغانستان است. یعنی هیچ کشوری حق ندارد که کشور دیگر را به این ملزم بسازد که مصطلحات آنان را تکرار بکند یا آنچه را که آنان میگویند آن پیروی بکند. اینکه گفته شود که افغانستان حق ندارد با کشورهای دیگر رابطه برقرار بکند، با آنان روابط داشته باشد، طبعا این هم در نقض از افغانستان کشور مستقل است، عضو سازمان ملل متحد است. تاریخ وجود افغانستان از هزارها سال پیشتر از تأسیس پاکستان است. بنان خیر پاکستان و افغانستان در این است که پاکستان از تلاش به خاطر ایجاد تنش و مشکل در روابط دشکار جلوگیری بکند و یقینا اگر جنگ در این منطقه در بگیرد، آتشی را که طرفی برای ایجاد جنگ در افغانستان در منطقه بیفروزد، این آتش سرانجام دامنگیر آن آغازگران جنگ خواهد شد. ملت افغانستان ملت صلح‌خواه است. حاکمیت کنونی در افغانستان طرفدار جنگ نیست و بار بار اعلان کرده است که ما اجازه نمیدهیم از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود و این را طرف افغانستان به التزام دارد. مشکل TTP مشکل داخلی پاکستان است. پاکستانی ها نباید مشکلات داخلی خود را به افغانستان ببرند. یعنی باید مشکل داخلی پاکستان، مشکل امنیت پاکستان، مشکلات اقتصادی پاکستان، مشکلات سیاسی پاکستان باید در داخل پاکستان حل شود. مردم خاک افغانستان بدون شک مورد استفاده هیچ طرفی نباید قرار بگیرد برای کشورهای دیگر و افغانستان به این ملتزم است. اما این که در پاکستان مشکلات داخلی وجود دارد، ناامنی وجود دارد، این مسئولیت و وظیفه طرف پاکستانی است که باید این مشکلات را حل بکند و راههایی را جستجو بکند که این مشکل حل شود. اگر طرف افغانستان میتواند در این قسمت همکاری بکند با پاکستان به حیث کشور برادر و همسایه، طبعا افغانستان همیشه این دید را داشته است و همیشه این را خواسته است. حتی خط دیورند با وجودی که هیچ حکومت در افغانستان این خط را به رسمیت نشناخته است، اما طرف افغانستان در طول تاریخ بعد از وجود پاکستان تا کنون هیچ به خاطر خط دیورند وارد جنگ با طرف پاکستان نشده است. حتی در مورد بسیار خطرناکی که پاکستان با هند درگیر بود در سال 63 در سال 71 و 1963 1971 و سالهای دیگر، افغانستان نه تنها با پاکستان وارد جنگ نشد، فرصت طلبی نکرد، بلکه در کنار پاکستان ایستاد شد. بنان همان گونه که ملت پاکستان ملت برادر افغانستان است، ملت پاکستان ملت برادر ما هست و ما روابط دینی، تاریخی، فرهنگی و منافع همسایگی مشترک داریم که هیچگاه میان دو ملت برادر و مسلمان مشکل وجود ندارد. اما یک حلقه مخصوص متاسفانه در سیاستگذاری پاکستان همیشه تلاش میکنن تا به نحوی عمل بکنن که گویا افغانستان باید تحت حمایت این کشور باشد، که این درست نیست. مردم افغانستان این را نمیپذیرند. در اخیر بعد عرض بکنم که ملت افغانستان، مردم افغانستان، همه افغانستان به شمول حاکمیت کنونی در افغانستان، حکومت‌ها در افغانستان همیشه خواهان صلح و ثبات در منطقه و پاکستان هستیم. برای خوب است که دولت مردان پاکستانی این رو باید درک بکنن. پیام ما به ملت پاکستان و مردم پاکستان این است که ما مردم افغانستان خواهان جنگ نیستیم، شما کشور برادر ما هستید، اما بگذارید که ما من حیث یک کشور مستقل و به امور خود بپردازیم و
با اشتدام متقابل با یک دیگر رابطه برادرانه و دوستی و همسایگی داشته باشیم. بخیر همه است. سپاسگزار شما. بسیار خوش آمدین آقای همام. شما به سپاسگزارم آقای وزین. خب باور حاکم هم در افغانستان هم در پاکستان هم در سطح بین المللی است که اگر جنگی صورت بگیره این به ضرر دو طرف خواهد بود. نه افغانستان یک طرف ضرر میکنه و نه هم پاکستان. هر دو طرف ضرر میبینه. با توجه به می که حالا این مسیر دیپلماسی به هر حال هموار شده و ما در انتظار نشست سطح عالی تاریخ 6 نوامبر هم هستیم، چه گام هایی فکر میکنین باید برداشته شود تا این توافق به یک آتش بس موقت به یک تفاهم پایدار تبدیل شود؟ صدای شما را بله داریم، بفرمایید. یک نکته در حد پاکستان باید عرض بکنم که باید پاکستان چند نقطه را در نظر بگیرد. نقطه اول این است که پاکستان باید در پالیسی خود در قبال افغانستان تجدید نظر بکند. پاکستان باید حلقه خاصی در سیاستگذاری پاکستان این را بپذیرد که افغانستان کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی هست و تحت الحمایه هیچ کشوری نیست. درست است که ما کشور جنگ زده هستیم، مشکلات داریم در افغانستان، اما این به این معنا نیست که مردم ما در باره استقلال و حاکمیت ملی خود را مورد معامله قرار بدهیم. این یک. نکته دوم این است که پاکستان باید مشکلات داخلی خود را با کشور دیگر به افغانستان صادر نکند. نکته سوم این است که پاکستان من حیث متاسفانه من حیث ابزار عمل میکند. همیشه آله دست قوت‌های منطقوی و بیرونی بوده است، یعنی متاسفانه آله دست قرار میگیرد. یعنی پاکستان باید بنا مبتنی بر منافع خود پاکستان، منافع ملی پاکستان که در دوستی با افغانستان هست، در صلح با افغانستان است، در قبال افغانستان پالیسی اتخاذ کند. اما در قسمت افغانستان گام‌هایی که برداشته شود این است که در شرایط کنونی که تهدید خارجی افغانستان را تهدید میکند، ملت افغانستان به گونه کاملا یک پارچه و یک دست باید در یک صف باید متحد باید باشیم و اختلافات سیاسی را که با حاکمیت کنونی و اختلافات دیگری موجود باشد این کاملا باید کنار گذاشته شود. یعنی ما در این شرایط حساس وحدت کلمه، اتحاد، یک پارچگی، وحدت صف این چیزی هست که ظرف زمان این را اقتضا میکند که ما در یک صف و یک دست در تهدیدهای خارجی باید مقابله بکنیم. و همچنان حاکمیت کنونی در افغانستان باید به خاطر تقویت صف داخلی و برای اینکه صف فشرده شود، تقویت شود، گام‌های جدی بردارد و زمینه‌های را مساعد بسازد که هر آنچه که باعث تضعیف صف داخلی می شود آن را بردارد و آن را رفع بکند تا ملت افغانستان در این شرایط حساس به گونه یک پارچه و متحد علیه هر نوع تهدید خارجی بایستد و از حریم افغانستان من حیث خانه مشترک و مادر وطن دفاع بکنند. سپاسگزارم آقای عنایت الله همام، آگاه روابط بین الملل، و آقای دکتر فضل هادی وزین، رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان از حضورتان در برنامه. و به این ترتیب اینجا به پایان برنامه هم رسیدیم. وقت شما خوش.